یار به دلی بیاره یار دل بایه جای دل ما بیا یار دل میاره جامعه اطلس بیارو تا پوشون و تنه سینه رزه از جوایر بندازون به گردنت نکنه دستی ضعیفم نرسه به دامنت نکنه خونم بیفته عاقبت به گردنت آی بلا 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 قربانمون نگاهت قربان را رفتن و قربان خاک پایت من روزی 3-4 دفعه با پای تو میمیرم باید دل ما را یار تو مای دلو جلبارت تن منینی ورسم و ترمانی سنگرا وستر منینی ولدانی جوانی از دست بیارو بندازی به گردن من مبارک باشه. تو از خونه زندگی نداری گیلا؟ نمیگی مردم از این سرک رد میشه بعضا میشه میگه صدا خوب سر خوب میندازی به سر کوچه میشینی؟ برای بچه گک دخترک برو برات کار خو چی کرده ری بچه؟ برا تو 100 تا ماه به تو بگه بخه برو بخونه خب برو سر صدا برام نمیگی از این جمع همسایه تیر میشه حق همسایه به سر کوچه میای میشین صدا خوب سر خوب میندازی ها؟ خجالت نمیکشی از این قد و قیافه خودتو؟ تو آدم کار چه کار کنم؟ میگم بسته این محل لرزه رو کنه که تو پیدا کنه. بابا من میام به خونه میشینم هم میشینم نه وقت برو بر نانجو بچه پتی ورده بوجی ورده برو برای چی برو برای چی برو برای زوم برو برای چی خب راست میگه تو چیزی نمی بخوری خونه زندگی نداری امیته هر روز به من البته من بیکارم من هیچ کار نمیکنم اعمال من برم به شهر برات بار شکم به تو برم برات روغن و برنج برم به زیر رقم به تو نمیدن که تا شما یه للی تللی به تا کجای شیشته بشی سر را مردم بشینید بخونی صدا خوب سر خو اندازی از ایر کار داری به خدای تگی لگ برا جو نمیشه دیگه تا کی دیگه تو کی می کمی عقل یاد گیری شاید یاد گیرم 3-4 ماه بعده شاید هم اصلا یاد نگیرم این معلوم نیه این به دست خود منه اگه بخی یا نه به دست عقل کمال منه اما لیون زر نمیبایی بخیزی بری بخونه بری گپا نه چه کار کنم نه من فقط با من کار میتراشونه میموری کار کنی از این که تاشون به اینجی شیشته بشی این تنر به بیننگی کلون کنی بیتره یا کار کنی بیتره چندی پول داری کیسه خب کی؟ تو من پول دارم پول دارم وقتی برو کار کو پول بخو پیدا کن از امی بابت من میپرسم چی ماینه؟ وقتی حالا برو بخونه برو که کار دارم با تو وقتی نه وخزا با بری حال بالاتر با بری بشینی به سر صدا برای میزی خوبه مردم هم برار داره ما هم برار داریم من نمیفهم از ازی چه کار کنم برو دیگه نستک با به نام خدا انم اینجا گو بانجون گردنم بند باشه مدرم میگه برو بانجون بیار به چاشت لقلقه یک کسی نیه گردنم همه باشه زمینا بخور قرار کنی بکنم
بابا میگم او ما ندیدم تو وخی او تو کی نه چه کار میکنی اینجا تو خیستاد اینجا چه کار میکنی بله اینجا چه کار میکنی ای بانجون رو چرا کندی مادر من گفتم بیار خوش میکنیم زمستون. خب تو بیاینده که بانجون بود جونی نه به جنوم ما جو خود ده چرا قدم بیانم کلخ پین کردی ها تو کجایی ما ها ازو غلط اکدو غله اکدو ملی کی تو مال سوخته ولی سخته به تو کی گفته که بیا سر زمینا بانجونا بود جان مادر من گفتم خوش میکنیم. مادر تو خوش میکنیم بد کردی تو ما از این بانجون تا یک دونه به شهر نبردیم دسلاف برن تو کردی تو بخی بیا تو من نمیشناسم نه دیگه تو بیا تا زمین ها بانجون میجونی بخی بیا اون بغل بیا شاید دقیقه بیا خی وقتی که نا جلنگ بهش کستی بخی بیا بیا بشی میگم تو از کجا هستی اسم تو چیه اولین روزه که من چیری مبارک تو دیدم تو اسم تو چیه اسم ما ها اسم تو چی گبزه گلک میگم همین تعال مقبول راست خب بگو هی باجینا رو تو میدن که ببری به سرا خو و تو کی گفته که بیا سر زمین ها مادر من نه من نانه منه تو مخصوصا نفهمیدی که همینا صاحب نیه اجازه نگرفتی بیانی بانجون میکنی ما از اینا تال یک دونه به شهر نبردیم که با فروش مادر من گفته برو سکو سرار و پلک انا بچی مردم یا بچی مردم بستو انا اما مادر تا مخصوصا نمیفهمه که این صاحبی نباش من اشتباه دارم بیارم بانجونا همین بانجونا سر کلی تو بشکنم ها نمیشه نمیگذاری بکنم اما نکه ها مرگی نمیگذاری نمیکنم اینا که بکندی چی کار میشه و انا بستون دیکو خدا بستونه چی کار کنم من ما تا از اینا نکندی طور نمیزنم که روز اول تو به تعظیم الله دیدم اگر دفعه دیگه از همینجا تا همیشه زمین مانه اگر تو به همین زمین های دیدم تا همین پلوش دیدم تو را مغزه بزنم که تا به خونه یک لنگر رو ری برو بخی آرام تیشم بزنیم تو تیشو از این بعد دیگه تو بزیم الله نبینم تو می قد قیافی خنه میشیره میای بانجونان میکنی میجونی اینا که با تو حرومه دیگه نه خوال پخته نمیکنه خوش میکنه خو حرومه با تو ولی اینا از ماما بخی برو بخی برو دفعه ما تو چیزی نمیگم برو دیگه تو به تعظیم الله نبینم سرقیه بیا بگیر اگه اینا رو بکنی زغون که برو برک خالی خوب برک من دیگه نبینم تو خوبه خیر بینیم ماما ما برو بانجونه که من 100-120 روپیه بیان تو بانجون میجونم آمه اگه نه شال خوب پر میکنی دیگه نه برو خیر بینیم ماما چقاله یک گله چای نمیده ششتیم برو دیگه برو ششتیم نه مای برو کار خوبی نکردی برو
سیکو تو هنوز هم تو نگاه میکنه. گفتم من دیگه چند دقیقه بشیم سیکو این چه کار میکنه. این دفعه سر زمین ها برای سیکو چی کار میکنه. همه زن نمیفهم خجالت نمیکشه که این بانجونا صاحب اینه چه نمینا رو بکنم. وای 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 وای. این چیزا دیگه خیلیه. میگفتی که ما تو 1 من 2 من میدادم. برو دیگه. این دفعه تو اگه به سر زمین ها بریدم برو دیگه. برو هیچی برو. تو بیا این دفعه. بخور دیگه مرد میخوری. تو سیکو گوه 2 ساعت جمع کردم. همی بران محباس سالی نماده است که ما به سر میزمین هایم. گفتم 1 پیاله چای بیار. بابا ایلا شل شید شدم. ما مگری بری عزیز زنگ زنم بگم که بیای. الو عباس به کجایی 2 ساعت ما معطل 1 پیاله چای اون کم گلوم خون شد گوه جمع کردون تو هنوزه نامدی دیگه بیا دیگه هنه بذار همی درخشیشتی اون پیش گو زودی بیاری خوبه خداحافظ با بیلو کجیر بخیر. از که من زنگ زدم گفتم 1 پیاله چای به من بیارین من بیامدم هر وقت چند پیاده میامدم گفتم میرم دیگه. خوب دیدم که به سر زمین ها به سر پل بانجونا رسیدم. یک نفری بود بندکه که بود با وسط پل ششته بود ای بانجون میکن ما رو کم بدیدم خف خورده. چرا همون بانجونا رو همونجی به سر کلی و میده نکدی و به تموجو سیکو فرشی چی زمین نکدی میگم بفتم ولی سر یعنی میتنه میگم ماما ما خوب بدیدم این خود درست کشته که من نبینه ولی که دیدم که یک ساده دولی هم بوده بانجونسی هم مغزه یک 6-7 تا بانجونسی رو بکنده کجی دست ازی بستندم گفتم اگه حال بزنم ولی گناه داره ای بزنم اون به تموجو فرش زمین میکدی هم بانجونا رو هم سر کلی و میده میکدی میگم مادر میگفته میگه که پیانو ما دستلاف نکردیم تو با اینا رو شروع کردی به دوزی گفتم مریم میگم مادر میگفته که برو بانجونا بکن بیار که خوش کنیم آخه گفتم خیلی میگفتی سر تو مادر تو بخوره بخیر هیچی هم بزن نگفتم تو مگه بزنم گناه داره بانجونسی هم دستی بدم بره تو کار او تو چیزا رو آدم باید چیستی سرین کنه که بار دیواره نه همونا ندونه نه تو چیستا سونی بکنم خاطر 2 تا 3 تا بانجون گفتم بزنم گناه داره پشتی میکندی همین رو بکنیم ببریم به شهر خودش لماتو یعنی دیشنما یاد مرا کجی با بیلا تو کدی وقت کاری به سرده بود کنده بودی یاد مرا دیگه میگم من که گوه جمع کردم حالا فار بده رویدون تو قاچم همونجی سر پلغ رشتیه بفهمیدی یعنی که برو اینا تو جمع کرده که من دیگه نمیتونم شل شهید شدم ای گوه من جمع کردم اینا جمع کرده به پتیو که ببر به سرا کمی بنده با گسالی و دگرار هم نگاه دار بشه و عجینا که با اینا ده هم شما هم جمع کن برو آرمه خوبه تو جلف انداختی با متوجه همون بانجونا باشم نه دیگه برم دیگه بترسی
آها لالایت گل شتنی برو خوب شب شما بدیدم تو خوشحالم خیلی سلامتی خیال هستیم خوب هستیم زنده باشیم سلامت باشین کجا بودین چه خبره همین باری بر میگردیم بخور میگم جان یک چیزی به شما بگم برار خوب شد شما رو بدیدم خیریته آخه شما چرا این برار خو گیله که جلوی نمیگیریم چیکار کرده برات تا همو پل بنجوریمی مامادین اومد بنجوریمی ها کخ سوزی این دومن خور پر بنجوریمی کرده بانجون هم به دستیو آنمی 100 پیش نه بدون برو ما به شهر چه کنیم این مامادین اومد خود شما میفهمی و خودم گوشنیه با تا همی پل بنجوریمی بخره پونده دی بنای زدن خب من سر افتاد چونم باور میکنیم من عبد یور سیل لد میکنم مامادین اومد آخه شما خودم اشیارم این سادی ها نمیفهمه نه چرا این بنجوریمی ها که میکنه خیره که اینا سوزه همه لغت مال کرده چیکار بزو کنم میگم دست گیلا. سازی برو با خود من با خدا نمیفهمم لالا بزو میگم گیلک میگم تو چرا این بنجوریمی ها کخ میکنی میگی چی مادر میگفته برو از سر صحرا بانجون بنجوریمی بیار همین ارزش داره رختا شما پرخور میشی بزو این طرف نه مادر ما هیچ وقت هر سر که بزنم میفهمم که سادیه لالا هر سر که بزنم میگم مادر من میگم چه کنین لالا ایدگل خب به خدا ارزشی نداره یک من بنجوریمی بیترین بنجوریمی و تا همین شهر میدم به شهر میدم من 50 ریپه لالا خود شما میفهمید که او سادیه نه ما یک وقت خدای نخواسته بری و نه خوش هم نداریم به خدا قسم همین 24 ساعت همین زبان مو بدر کرده گفته بری و فایده نمیکنه دیگه نمیفهم چیکار خب کنم سادیه جلوی رو بگردونیم نور امکان نذاریم به نداره. خونه به کاری رو شامل کنیم که حداقل حتی همیده گم باشه هم پیشتر من قبل از این نمیفهم شما کی میگیم مقصد هم 2 ساعت پیش که من برفتم و به سر کوچه بود به خدا رای کردم و به خونه رای کردم تو میگم نشی به سر کوچه نشی به سر کوچه نشی به فکر چیزی باش من نبودیم سیدم تو از خرج خدا ببینیم لالا خونه شما باش بیا اینگه بریم خود ما چای زنده خورده باشی خیال باشی خدا ببینیم بازم لالا خیر باشی ما مادر خم بگیم نه ری نکن مادر من لالا ری نمیکنم با خدا او هر سر که نزنم هر کار یا میگه بیبی گفت یا میگه مادر مگو صحیحه دیگه شما نمیشناسیم گفته برار من همسایه شما هم هست خدا حافظ شما خوش آمدید